اکنون میگذاریم به تفسیر سوره فجر، سوره بعدی که در این کلام الله سبحانه و تعالی آمده است. سوره الفجر، سوره فجر. نام این سوره فجر است، توقیفی است، با کتاب و سنت نامگذاری شده است. و جهت نامگذاری این سوره بر فجر چون در این اول این آیت والفجر ذکر شده است. عدد این آیات های این سوره از 30 آیت عبارت است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن این سوره 10 سوره می باشد و ترتیب آن در مصحف در قرآن باشد 89 سوره است. موضوعات این سوره بیان تاریخ و عبرت از گذشتگان است و بیان بین اهل شقاوتمندان و اهل سعادتمندان نیز هست. مقصدهای این سوره بیان بزرگ بودن او سبحانه و تعالی در کائناتش، در کونش، در حیات، بیان احوال دروغ شمردن دروغگویان و تهدید آنان و بیان امید بر مؤمنان. غرضهای این سوره مبارکه سوره فجر در بر گیرنده 3 احوال رئیسی است. این سوره مبارکه در بر گرفته است 3 احوال، 3 حالت رئیسی را. اولا ذکر قصه بعضی از امتانی که رسولان خود را دروغ شمردند، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل قوم فرعون، و بیان این که چی حالت و چی عذاب بر بالای آنها آمد بعد تکذیبشان بر این رساله پیامبران، سبب سرکشی آنها، سبب فسق و فجور آنها. اما دوم بیان سنت الهی سبحانه و تعالی در بیان ابتلا و امتحان بندگانش در این حیات، بر خیر یا که بر بعدی، بر ثروتمندی و فقیری و طبیعت انسان که مال را دوست می‌دارد. اما سوم بیان ذکری دار آخرت و احوال آن و سختی‌های آن و تقسیم شدن مردم در روز قیامت بر سعادتمندان که اهل توحید سنت هستند یا شقاوتمندان که اهل شرک و کفر و بدعت هستند، و بیان حالت نفس بد و نفس مطمئنه به آنکه جزا می‌بیند، جزا داده می‌شود. و مناسبت این سوره مبارکه سوره فجر با سوره قبلیش که سوره غاشیه است، که در سوره غاشیه بیان خلقش، برگشتن خلق به سوی پروردگارش ذکر می شود که بعضی از بندگان کافر هستند که تقصیر در فرمان پروردگار کردند و حساب آنها سبحانه و تعالی و عذاب او بر آنهاست و وعید شدید و تهدید سخت برای آنها برای اصرارشان بر این کفر. سپس این سوره فجر الله سبحانه و تعالی بر قسم یاد کرد، بر این صبح قسم خورد که آنها حساب کرده میشوند. اما مناسبت این سوره بر آخرش باشد بیان این سوره مبارکه، کشایش این سوره مبارکه بر اثبات قدر الله سبحانه و تعالی، بر رستاخیز بر کافران و عذاب عقاب آنها، و خاتمه یافته است مسیر و جایگاه مؤمنان و راه مؤمنان را و ثواب و جزای آنها، تا که در مقابل این کافران سرکشان جزای نیکومندان هم داده شود، جزای نیکومندان هم داده شود. برای همین الله سبحانه و تعالی در اینجا فرمود که و لیال عشر، و سوگند به شب‌های 10 گانه، 10 شب ذوالحجه، شب‌های پرفیض، و این 10 روز را انسان باید بر نیکومندی و فروتنی با توبه و استغفار مقبل به سوی پروردگار و روی گرداندن از شرک و کفر و گناه و معصیت بدعت ها باید بگذراند. اشتیا در خیر نماید، در ثواب، و شبها را شب زنده‌داری و توبه کننده در همه حالت به سوی پروردگار. و فرمود که فصب علیهم ربک صوت عذاب، پس پروردگار تو تازیانه عذاب را سخت بر سرشان فرو انداخت. فرآمدن عذاب در برگیرنده تکرار عذاب بالای عذاب بر بالای آنها. در اینجا زمخشری میگه که صوت را ذکر نمود، اشاره بر عذاب دنیاست برای آنها که این آسان ترین عذاب است در این دنیا برای آنها، چون تازیانه زدن آنها این آسان تر از قتل دیده. و در دوام فرمود که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن.
اما آدمی را چون پروردگارش بیازماید و گرامیش بدارد و نعمتش بدهد میگوید پروردگار من را گرامی داشت، من را اکرام کرد. مجاهد در تفسیر این آیه کریمه فرمود که انسان قرار گرفت یا قرار داد کرامت پروردگار را، اکرام پروردگار را با کثرت با زیاد بودن مالش، بلکه الله سبحانه و تعالی اکرام میکند بنده را با اطاعتش و پس میشمارد بنده را با نافرمانی از پروردگارش. برای همین در آیت دیگر فرمود که ولا تحاضون علی طعام المسکین، و همدیگر را به طعام دادن مسکین ترغیب نمی کنند. بعضیشان بعضی دیگر را برای طعام دادن، برای نیکویی بر فقیران تشویق نمی کنند و نه ترغیب می کنند. در دنیا بخیلی را پیشه گرفتند، با مال دنیا بسیار محبت کردند و آنها را در قلبهای خود جایگزین قرار دادن. و فرمود که یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکری، پس آن روز به انسان یادآور می شود، انسان یادآور کرده می شود بر آن اعمالی که انجام داده است، یادآور کرده می شود تا کافر پند گیرد و توبه کند. و انا له الذکری، و چی جای پند گرفتن باشد دیگر. چون در این دنیا همت انسان فقط گناهان بود، پیش چشمان او فقط گناه و معصیت بود، چیزی را دیگه فکر نمیکرد، هر گناهی را به هر راه انجام میداد و از او پروردگار هم خشیت هم نمیداشت. نفسش پلید و ضعیف شد، چیزی او را تذکر نداد مگر آن روزی که دیگر در آن روز ذکر یادآوری برای او منفعت هم نمیبخشد و میگوید یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای حیات جاودانه خود پیش نیکی‌های میفرستادم، کارهایی را انجام دادم. پس چی جای پشیمانی است دیگر که در دنیا پشیمان نشده بود و توبه هم نکرده بود؟ اگر انسان از پروردگار روی گردانید، بر گناه و معصیت ها دوچار شد، پس روزهای حقیقی حیاتش از دستش می رود و می گوید یا لیتنی قدمت لحیاتی، چرا برای این حیات امروزه من چیزی رو تقدیم نکردم، چیزی رو پیشکش نکردم برای این حیات امروزه دیگر پشیمانی ندارد عاقبت سود. الله سبحانه و تعالی در این سوره فجر از آیه 1 تا آیه 5 قسم یاد میکند والفجر، الله سوگند میخورد، سوگند به سفیدی صبح، والفجر و لیال عشر، و سوگند به شبهای 10 گانه، 10 شب ذوالحجه، شبهای پرفیض. چون این امر ظاهر است، فجر صبح امر ظاهر است، سفیدی صبح قسم یاد میکند بر این سفیدی صبح که آخر شب است، مقدمه روز است، آخران شب و مقدمه روز، اقبال به سوی روز شوی از آیات ها و نشانه های دلالت بر کمال قدرت او و عظمت او سبحانه و تعالی است که او است تدبیر کننده تمام امور، نه کسی دیگری. این نشان دهنده آن است، این سفیدی صبح، این عظمت، این قدرت که تنها او سبحانه و تعالی باید عبادت شود نه غیرش، که در این فجر این نماز نیکو قرار گرفته است، نمازی که سبب بخشش نیکویی بنده میگردد و نجات او، پیروزی و سعادتمندی او. نماز صبح و فجر نیکو است که در اینجا قسم یاد کنند الله سبحانه و تعالی، و قسم یاد کرد الله سبحانه و تعالی به این شبهای 10 گانه و بر قول صحیح این 10 شبهای 10 شبهای رمضان است، یا گفتند که 10 شبهای ذوالحجه است. به هر حال همه اینها روزهای هستند که در این روزها فضیلت است که بندگان الله در این روزها قرار میگیرند و پروردگار عظیم الشان هم نزدیک میشوند که این فضیلت ها در غیر این روزها دیده نمی شود. که در این شبهای 10 رمضان شب قدر است که بهتر از 1000 ماه دیده است، که در روزش انسان روزه می دارد که رکنی از ارکان اسلام است، و در 10 ذوالحجه باشد واقع شدن در عرفات که الله سبحانه و تعالی گناهان بندگانش را در آن روز می بخشد و شیطان در آن روز غمگین و حزین می گردد و در این روز شیطان حقیر نشان داده می شود. از اون دیگر حقیرتر کسی دیگری نیست در این روز عرفه، و آنچه که دیده می شود از رحمت الله سبحانه و تعالی، از فرود آمدن بندگان او در این عرفات و فرامدن بندگان او ملائک در این مکانهای مقدس، که در این روزها فعلهای اعمال حاجیان و عمره کنندگان که این اعمال عظیم است رخ می دهد. و اللیل اذا یسر، و سوگند به شب
چون بازگردد تاریکی آن فرا میگیرد تمام این زمین را و زمین را آرامش قرار میگیرد که بندگان آرامش و آسایش بگیرند. اینم رحمت و حکمت الله سبحانه و تعالی است. هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا خیرتمندان را این سوگندها بسنده نیست؟ آیا این سوگندهایی که الله میخواد آیا برای خیرتمندان این بسنده نیست؟ در آنچه که در بالا ذکر شد، کسی که عقل دارد، خیرت دارد، دانش دارد، بله برای بعضی از این برای بندگان خیرتمند بسنده است. کسی که دارای قلب است و شنایی بینواییش در راه نیکو صرف نماید. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ای رسول آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چی کرد؟ الم ترى، آیا با قلبت ندیدی چگونه با این امتهای سرپیچ سرکش چی کارها را انجام داد؟ قوم ایرم میگویند، قبیله ایرم معروف هستند در یمن. قوم عاد ذات العماد. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. قوم ایرم که صاحبی قامت‌های بلند قامت بودند و قامت‌های آنها مثل ستون باره راست و بزرگجوسه و عظیم بودند. قوت شدید داشتند. ذات العماد، قوت شدید سخت. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، که مانند آن در قوت، در بزرگی جسد در هیچ شهر نیافریده بوده. مثل قوم عاد، مثل این قبیله ایرم در تمام شهرها در قوت، در سختی، چگونه که پیامبرشان هود علیه السلام گفت که فرمود واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. ذکر یادآور شوید که الله سبحانه و تعالی شما را بعد قوم نوح علیه السلام قرار داد. و زادکم فی الخلق بسطه، و شما را به دیگر خلقها قوت و نیرو داد. واذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. ذکر نمایید این نعمتهای پروردگار را، به هوش بیایید شاید از جمله رستگاران قرار بگیرید. و الله سپس فرمود و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. و چگونه کرد با قوم ثمود که در سرزمین حجر میان شام و حجاز سکونت داشتند. و چی کرد الله سبحانه و تعالی با قوم ثمود که در وادی تخت سنگ‌های بزرگی قرار داشتند که این سنگ‌ها را می‌تراشیدند، برای خود خانه‌ها آماده می‌کردند از این کوه‌ها. الله اینها را برای ما گوشزد می‌نماید. این قوم‌های بزرگ با این عظمتشون الله سبحانه و تعالی آنها را نابود کرد. و فرعون ذی الاوتاد. و چگونه الله سبحانه و تعالی با فرعون با او چی کرد؟ پادشاه مصر، صاحب لشکری عظیم که یک ملک استوار و عظیم داشت، لشکری پرقوت، امرش را قوی کرده بود، قوی داشته بود. آن لشکریانی که ملک او را ثابت نگاه می‌داشتند، با آنها چی کرد الله سبحانه و تعالی؟ بیاد بیاورد ای مردم. الذین طغوا فی البلاد. همان کسانی که در شهرها از حد تجاوز کردند، ظلم و ستم را بیشتر نمودند، بیاد بیاورد ای مردم. این وصف کسانی که در شهرها خونریزی کردند، تجاوزکاری و سرپیچی و سرکشی نمودند. ثمود، عاد، فرعون، کسانی که از آنها پیروی کردند و تا روز قیامت سرپیچی و سرکشی میکنند در شهرها و در دیارها، بندگان الله را عذاب و شکنجه میدهند در دینشان، در دنیاشان. برای همین در دوام فرمود فاکثروا فیها الفساد. و در آن دیارها بسیار فسادکاری ها کردند و میکنند. عمل کفر، تمام نوعهای گناهان، سعی تلاش می‌نمایند که راه رسولان را ببندند و مردم را از راه الله بیزنند، با هر نوع، با زندانی، با کشتن، با منع کردن. هنگامی که در تجاوزکاری بر آن مرتبه های عالی رسیدند، الله واجب گردانید هلاک آنها را. الله برای آنها سپس عذاب را فرستانید با سبب آن گناهانشان.
صدای عذاب را برای آنها روان کرده. فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب. پس پروردگار تو تازیانه عذاب را سخت بر سرشان فرود آورده. این ربک لبالمرصاد. ای رسول، همان پروردگارت در کمینگاه است. کسانی که او را نافرمانی کردند اندک مهلت می‌دهد و بعد از آن آنها را به عذابی سخت گرفتار می‌کند. این ربک لبالمرصاد. ای رسول، همان پروردگار در کمینگاه است آن کسانی که نافرمانی او را میکنند. سپس او را میگیرد با قوت، با شدید. سپس الله سبحانه و تعالی از آیه 15 تا آیه 20 خبر میدهد از طبیعت انسان که جاهل است، ظالم است، نمیدوند عاقبت خود را. گمان میبرد در آن حالتی که قرار دارد آن حالت وای باقی میماند. در آن حالت گمان میبرد همیشه میماند. طاغوت در سرکشیش، ظالم در ظلمش، دارا ثروتمند دارا در داراییش، جوان زیبا در جوانی و زیباییش گمان میبرد که باقی میماند، ولیکن میرود. این همه این از بین میرود. چیزی از تو ای بنده دیگر باقی نمیماند. گمان میبرد که او را الله در این دنیا اکرام کرده است، نعمتش داده است، اما دولت بر اکرام الله سبحانه و تعالی بنده برای نیک رفتن است، نه مال سرت جمال زیبایی و زینت است. برای می‌فرماید که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه. اما آدمی را چون پروردگارش بیازماید، آزمایش نماید و گرامیش دارد و نعمتش بدهد، فیقول ربی اکرمن. میگوید پروردگارم مرا گرامی داشت، اکرام کرده. و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. و چون او را بیازماید و رزقش را بر او تنگ گرداند، میگوید پروردگار من مرا خار داشت. قدر علیه رزقه، بر او رزقش را تنگ کرد، رزقش را زیاده نکرده. میگوید این پروردگار مرا اهانت کرده. و الله سبحانه و تعالی در حال این سخنش را رد کرده میفرماید کلا بل لا تکرمون الیتیم. نه هرگز چنین نیست، بلکه گرامی داشتن با طاعت الله است، با خیر داشتن و نافرمانی او نیست. نه کلا چنین نیست آنچه که تو گمان برای ای بنده، بلکه گرامی داشتن با اطاعت و فرمان برداری او بنده به پروردگارش است و خار داشتن او پروردگار بنده را از نافرمانی اوست. چون شما یتیم را گرامی نداشتید، نه هر آنچه که در این دنیا من برای شما گرامی داشتم آن کرم است بر شما، و نه هر آنچه که من رزق برای او تقدیر کردم خاری است بر شما. به درستی ثروتمندی و فقیری، واسع بودن رزق و تنگی آن، این امتحان و ابتلای از جانب پروردگار است که بنده ای برای اون نعمت عطا کرده میشد شکر و سپاس او را می نماید، و فقیری که از او گرفته می شود و بر او چیز داده نمیشود که صبر می نماید، بر این ثابت می شود پس جزای او بنده بر نیکویی یا که خوشحالی و خوشبختی یا که عذاب او در آخرت. برای همه الله اونا را ملامت کرده، احوال خلق را اهمیت ندادند که فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم. هرگز چنین نیست آنچه که شما میگویید، چون شما یتیم را اکرام نکردید، گرامی نداشتید. آن یتیمی که پدرش را از دست داد، دارایش را از دست داد، نیاز به جبران داشت، نیاز بر احسان داشت، اما شما اکرامش نکردید، بلکه او را پس شمارده خار کردید. این دلالت بر نبودن رحمت شما بر خلقش می نماید و نبودن مهربانی شما به آنها. ولا تحاضون علی طعام المسکین. و همدیگر رو به طعام دادن مسکین رغبت هم نکنونیدید. بعضی دیگرتون را بر اکرام و طعام دادن، بر نیکویی بر مسکینان و فقیران رغبت نکنونیدید، نصیحت و پند نکردید، ندادید به خاطر بخیلیتون، چون سخت این دنیا را داشتید، نه خیر کردید، نه خیرمند شدید، نه پند و نصیحت دادید که دیگران را این کار را انجام بدهد، چون قلب‌های شما سخت است دیگر. از همین خاطر فرمود و تأکلون التراث اکلا لما. و مال میراث را حریصانه میخوردید، میراث خور بودید، مالی که از شما، از پدران شما بر شما گذاشته بود،
چیزی از او رو باقی نمونده. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. و مال رو بسیار دوست می‌دارید، جمع آوری او رو هم دوست می‌دارید، جمع آوری مال رو هم بسیار دوست می‌دارید، بسیار سخت دوست می‌دارید. برای این فرمود که بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. در سوره اعلی گفته بودیم بلکه مال دنیا رو شما دوست می‌دارید، جمع آوری آن را، بلکه آخرت بخیرتر و باقی ماندتر است. و تحبون المال حبا جما. و مال رو بسیار دوست می‌دارید، جمع آوری آن را. و در دوام فرمود از آیه 21 تا آیه 30 کلا هرگز چنین نیست، یعنی هر آنچه که شما دوست داشتید از مال دنیا و ثروت دارایی در آن تنافس کردید در جمع آوری آن، هرگز چنین نیست که آن با شما تا ابد باقی بماند. نه چنین نیست، بلکه در پیش شما یک روز بزرگ است، وقتی که این زمین رو ترک می نمایید، وقتی که این کوه ها پاره پاره می شوند و در آن روز که این دنیا پاره پاره می گردد و به دنیای دیگری تبدیل می یابد و آن روز محشر که فرا می رسد، در اینجا فصل جدایی بین بندگان نیکویش و بین آن بندگان بدکارش جدایی انداخته می شود که در آن روز ملائکه ها می آیند، اهل آسمان همش در صف پای هم صف جدا قرار می گیرند، بلکه پروردگار آن روز حاضر می شود، همه را احاطه می کنند. لشکریان الله سبحانه و تعالی صف به صف خضوع و فروتنی از برای پروردگار عظیم الشأن ملک جبار. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. نه هرگز چنین نیست که میگوید چون زمین شکسته شود و پاره پاره بگردد. و جاء ربک والملک صفا صفا. و پروردگار تو برای حساب کتاب خلقش بیاید، در آن روز محشر حاضر می شود و فرشتگان صف به صف حاضر می گردند در آن روز. و جیء یومئذ بجهنم. که در آن روز جهنم آورده می شود که ملائکه ها 70,000 ملائکه ها آن رو می آرند کشان کشان، بل سلسله از زنجیرهای بزرگ 70,000 ملائک از هر طرف کشته آن رو می آرند. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان. سپس آن روز است که انسان کافران پند گیرند و توبه کنند که دیگر توبه آنها برای آنها هیچ منفعتی ندارد، هیچ فایده برای آنها نمیرسد. آنچه که از نیکویی و بدی تو امروز تقدیم کردی دیگر آن روز آن را کم زیاد کردن نمیتوانی. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انى له الذکری. و چی جای پند گرفتن باشد دیگر آن روز دیگر هیچ جای پندگیری نیست. فأنى له الذکری. دیگر هیچ جای پندگیری نیست دیگر آنجا، دیگر وقتش گذشته است، زمانش گذشت. حسرت خوران دیگر حسرت میخورد، میگوید ای کاش من نافرمانی پروردگار رو نمی کردم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگوید ای کاش که برای حیات جاودانه خود پیش و پیش نیکی را میکردم، نیکی را میفرستم برای آن روز. و چه جای پشیمانی است دیگر که در دنیا دیگر پشیمان نشده بود و توبه هم نکرد. یا لیتنی قدمت لحیاتی. ای کاش برای حیات خود چیزی را میگذاشتم، باقی قرار میدادم، عمل صالح میکردم. و میگوید که در دیگه آیت کریمه در سوره فرقان یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش راه روش پیامبران رو میگرفتم، ای کاش از رسول گرامی قدر پیروی میکردم، چیزی از سنت او را انکار نمیکردم، هر چی بود او را میپذیرفتم. ای کاش چرا انکار کردم، چرا این بر سنت عملی نکردم، چرا پیروی نکردم. یا
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش ای وای بر من، ای کاش چرا آن فلانی را من خلیل و دوستی خود قرار نمیدادم. این آیت دلالت بر آن می‌نماید که این حیاتی که امروز داری آن را سعی تلاش نمو بر نیکویی، از لذت‌های آن به نیکویی استفاده بر، نه در حرام. این حیات را داری قرار خود قرار نده، بلکه برای آخرت خود چیزی را انجام بده. آن داره که دیگر جاودانه انسان در آنجا میماند، باقی است. یومئذ لا یعذب عذابه احد. آن روزی که دیگر هیچ چیزی برای او را عذاب نمیکند. یومئذ لا یعذب عذابه احد. پس در آن روز دشوار کسی چون عذاب او سبحانه و تعالی عذاب نمی کند، عذاب سخت ترین و دهشت ترین. ولا یوثق وثاقه احد. و هیچ کس مانند زنجیر او به زنجیر نکشیده است. با زنجیرهای آتشین بسته می شوند، از چهره های آنها از این حمیم، از این آتش جهنم ریخته می شود، سپس در آتش کشیده برده می شوند. این از جزای مجرمان، ظالمان و کافران و فاسقان. اما کسی که با فرمان الله اطاعت کرد، دلش به پروردگارش آرامش گرفت، به او ایمان آورد، رسولش را صدقاً قبول کرد و با آنچه که آورده شده است آن را دستورالعمل حیات خود قرار داد، گفته می شود یا ایتها النفس المطمئنه. گفته شود ای روحی آرامش یافته به ذکر الله، به ذکر یاد الله، با محبت پروردگار، آن محبتی که تو را بر عمل کردن به دینش روانه کرده. ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد. آن پروردگاری که تو را با نعمتهایش در این دنیا ارزانی کرده، به تو احسان و نیکوکاری نمود و تو او را راضی کنانیدی. راضیة مرضیه. از پروردگارت امروز راضی شدی، از آنچه که تو را اکرام کرد از نیکویی ها، و بعد راستی که الله سبحانه و تعالی نیز از این بنده راضی شد. فادخلی فی عبادی. پس در زمره بندگان صالح من داخل شو ای بنده من. در زمره بندگان صالح من داخل شو امروز ای بنده من، چون آن روز در آن دنیا مرا صادق شمردی، پذیرفتی، ربوبیت من را قبول کردی، الوهیت من را، عبادت را از برای من صرف کردی و نامه‌های نیک و صفات من را با آنچه که در کتاب و سنت بیان کردم آن را تصدیق کردی و آن را انکار و تحریف و تغییر هم نکردی. فادخلی فی عبادی. امروز در زمره بندگان صالح من داخل بشو ای بنده. و دخلی جنتی. و با همراهشون بر بهشت درآی امروز. این مخاطب به سوی روح بندگان در روز قیامت و در حال مرگ هم این خطاب می شود. بر مؤمن خطابی علاهیده است، بر کافر خطابی زشتی علاهیده است. و الحمدلله رب العالمین. این بود بیان تفسیر سوره فجر. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل کردن را برای ما و شما عطا فرماید. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیه.